ما زنان افغانستان در حال از 8 مارچ روز همبستگی زنان جهان تجلیل می کنیم، در حالی که 5 سال است درب مکاتب برای دختران ما بسته است. 5 سال از سکوت تحمیلی، 5 سال از سرقت رویاها. ما از جهان می خواهیم که واقعیت افغانستان را به رسمیت بشناسند. آنچه بر زنان این سرزمین می گذرد جز اپارتاید جنسیتی نیست. حذف سیستماتیک زنان از آموزش، کار، اجتماع و زندگی عمومی تبعیض ساختاری هدفمند است. دخترانی که از صنفا جدا شدند، زنانی که از کار و فعالیت در جامعه حذف شدند و مادرانی که نگران فرزندانشان در آینده هستند. ما خواهان ترحم نیستیم، ما از جهان عدالت می خواهیم. پیام ما بر جهان روشن است: اپارتاید جنسیتی را به رسمیت بشناسید و در کنار عدالت بایستید. نه به اپارتاید جنسیتی.